وقت بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. بچه‌ها ما چند تا روش پارک دوب گفته بودیم. خب بعضیا قدشون کوتاه، بعضیا قدشون بلنده. اون روش آینه و دستگیره در و جدول ممکنه پیچیده باشه. یه روش دیگه گفتیم از این وسط پنجره و گوشه مثلث که اونم ایرادش این بود که پشت ماشین در می اومد، ولی ما تو امتحان شاید بخوایم 50 سانت در بیاریم، شاید اون ماشین خودش چسبیده باشه. حالا شما وقتی با این روش میتونید مشکل رو حل کنید. شما وقتی که راهنما رو زدید دارید پارک دوب میکنید، افسر ازتون خواسته نگاه با آینه کردید، یه نگاه میکنید مثلا اون سمنت با جدول چقدر فاصله داره، اینو از همینجا که داری رد میشی یه نگاهی میندازی. خب میای جلو، فاصله نیم متر رو رعایت میکنید، دنده عقب میزنید، از گوشه مثلث نگاه میکنید تا که انتهای ماشین پارک شده رویت شد. ببینید 1 2 الان میره رسید. ببینید سمنده انتهاش رسیده. حالا برمیگردونیم فرمون رو به راست حین حرکت. حالا برای اینکه فاصله ای که سمن داره رو ما نمیخوایم در بیاریم، ببینید بچه گفتیم فاصله رو نگاه کنید ببینید چقدره. شما اگه دیدید فاصله سمن با جدول خوب بود، عین همون رو همیشگی میزنی، یعنی با همین شاخص اینجا وسط. ببینید بچه ها اینجا روبرو 1/3. اگه فاصلهش خوب بود، نیم متر بود، شما نگاه کردید دیگه، گفتیم نگاه کنید فاصله رو. حالا ما نگاه کردیم فاصله رو، دیدیم سمنده خیلی چسبیده، ما نمیخوایم بچسبونیم دیگه، نمیایم تا این علامت 1/3 در میایم به سمت ستون، زودتر برمیگرد، یعنی خط رقبش از اینجاها میاد اینجا رسید دیگه برمیگردونید. هر چقدر از این ورتر به سمت ستون بیاید فاصله تون با جدول بیشتر میشه. هر چقدر اینو رد کنید به سمت وسط در، بیشتر به برخورد با جدول نزدیک میشید. ببینید بچه‌ها این سمنده چسبیده بود دیگه، من نمیام تا اون وسط در، من اینجوری میگیرم نور شدید نیفته معلوم بشه. میبینید بچه‌ها چرا قرمزه دیگه به وسط نصف علامت قبلی رسیده. شروع برگشت فرمون من به چپ با حرکت لاک پشتی ماشین. ببینیم فاصله ایجاد میشه یا نه. نگاه کنید بچه‌ها اون سمنده رو ببینید چسبیده ولی ما نچسبیدیم، ما فاصلمون ایجاد شد. میبینید اینجا مشخصه. خب دیگه با این روش شما خودتون برای خودتون اوستا میشید، میتونید بشید مربی حرفه‌ای دیگه، همه اینو انجام میدید. پس قبلا میگفتیم 1/3 درب به شرطی که خود اون ماشین فاصلش درست باشه، ولی اگه دیدید ماشین چسبونده به جدول، شما هم دیگه اینو نیاید تا اینجا، از اینجا که خط عقب میاد اینجاها برگردونید. کلا اینو بدونید، اینو مثل یه درجه بندی حساب کنید. هر چقدر از اینجا به سمت این ستون نزدیکتر فرمونو برگردونید، فاصله تون با جدول بیشتر میشه. حالا اگه اجازه بدید این خط عقب بره به سمت وسط جدول، وسط درب، فاصله تون با جدول چسبیده میشه و امکان برخورد هست. دیگه خودتون میتونید انواع و اقسام تنظیمات رو با این روش انجام بدید. بدونید فاصله شما با جدول به این ربط داره، هر چقدر این انگشت من از وسط در به سمت ستون نزدیکتر، فاصله شما با جدول بیشتر. هر چقدر از ستون به سمت وسط نزدیکتر، به جدول چسبیده تر میشید، فاصله تون نزدیکتر میشه. بچه‌ها حمایت یادتون نره. خیلی مخلصیم. موفق و مؤید باشید.